خب من این آهنگ بعدی رو یعنی به اسم مهتاب برای دو تا دوستان داشتم که زندان رفته بودن، کیومرث مرزبان و نیلوفر بیانی. البته خوشبختانه جفتشون آزاد شدن الان، ولی خب همیشه این آهنگ رو تقدیم میکنیم به همه کسایی که به نحوی قربانی این حکومت ایران بودن، یا حالا زندان رفتن، یا عزیزشون از دست دادن، یا یه عضو از بدنشون از دست دادن، یا خودشون دیگه بدتر از همه این که جونشون از دست دادن. و ما اینا رو آهنگا همیشه تقدیم میکنیم به کسایی که هیچ وقت امیدشون رو ولی از دست ندادن. امروز عکس تو رو توی روزنامه دیدم، 100 روز 1000 روز یه عمره که تو زندانی، دستاتو بستن بالا تو شکستن، دیواری کشیدن میونه تو روزای روشن. روزا میگذرن مثل موجای دریا، کلافی در هم از دیروز و فردا. رنگ آبی نمونده به آسمون، پرنده ها رو میزنن با تیر و کمون. رنگ آبی نمونده به آسمون، پرنده ها رو میزنن با تیر و کمون. دونه بدون ستاره کم میشه، شب به شب نیمه جانی مانده من تو که رسیده به لب. دونه بدون ستاره کم میشه، شب به شب نیمه جانی مانده مهتاب که رسیده به لب. از چماق و تفنگ، از اعدام و جنگ، از جای خالیت بگم یا از دل تنگ. از چماق و تفنگ، از اعدام و جنگ، از جای خالیت بگم یا از دل تنگ. دونه بدون ستاره